اینا یه دربه. اما این دختره که من میبینم تو این پارک ها و تو این خیابونای بالا کت دامن تنگ و دانشگاه و میبرنشون جاده هراس، همونجا همدستورشو درست میکنه، همونجا میندازه سرودخونه جنازه ها، اونجا برین هر وقت دختراتون گم شد الان مرتب میبرن. 4 تا تاکسی ترمز میکنه دختره ده. اون میگه نوبت من اول ترمز کردم. میگه آخوند بیچاره اونجا وایساده هیچ سوارش نمیکنه. اما این زنه 4 تا تاکسی من دیدم اون وقت تازگی ندیدم اون وایس اون یکی کاش ما هم دختر بودیم. مشتری خیلی داشتیم، تاکسی سوارمون میکرده حاج آقا علیه السلام گیر نیفتادیم. آره به الله آقای خرجی نشید این قصه. یه تاکسی عقب اومد، یه ماشین، یه روحانی رو سوار کن. روحانی هم خیلی خوشحال شد که این همه رو رفته، حالا داره عقب میاد. مدتی هم معطل ماشین بوده، حالا یه آدم خوبی پیدا شد، گفت که سوار کرد و بردشون پایین پیادهش کرد. گفت آقا چرا منو سوار کردی پیادم کردی؟ گفت اونجا آخه سایه بود، میخواستم تو آفتاب پیاده. چقدر مریضن مردم. برای این دخترها رو میبرن آقا، بی غیرتن این مردایی که دختراشون رو بین طلوعین با لباسهای سفید با لباسهای ناجور، نمیدونی چقدر بد حجاب زیاد شده. اینا رو سوار میکنن، یه راست میبرن، موتورسیکلت رو میبرن در روزگار. اگه موتورتون گم شد کجا برین؟ اگر کفشتون گم شد سید اسماعیل، یکی شاگرده من چند سال پیش کفشش گم شد، رفت سید اسماعیل دید یارو داره کفشش میفروشه، پاش کرد، نگفت مال اول، پاش کرد که ببینه اندازش. چون بعضی میگردن عقب دختراشون، آدرس دادن بهشون بگین برن دختراشون پیدا کنن. اینا راستا شوخی نی، جدی میگن. آدرس دخترایی که گم میشن کجاست بگین؟ جاده هراس تو رودخونه. ماشینم از اون بالا میفته توش. آره ماشینم میفته، گاهی جنازه زیر ماشین پیدا میشه. پناه